دور کنم استاک میزنم برای دیگه. چشم من بیا منو یاری گونه هم خشکیده شد کاری بکن این که رفته دیگه هیچ وقت اولین قسمت ولاکست خوش اومدید. آقا من این توضیح بدم براتون. من می‌خواستم توی چنل خودم برای اولین بار یه ویدیو سبک خودم درست کنم. خب حالا چه جوریه؟ که حالا ویدیوهایی که همیشه می‌بینید یا صرفا ولاگ یا مثلا پادکست و این حرفا، می‌خوام یه ایده جدید دارم. اینکه می‌خوام یه ولاگ بگیرم، حالا تو هر محیط جدیدی که میریم وسطش یه پادکست هم براتون بذارم که خسته نشید. یه مثلا این ویدیو بالا پایین داشته باشه. هر سری هم مهمونای جدید میاریم، یه موضوع ترند کار می‌کنیم که عشق کنید دیگه. یه مهمون خیلی باحال داریم که اصلا تو ویدیو نبودن. بچه‌ها سلام، من عوض شدم دیگه. بچه‌ها دو نفر دیگه موردی برای حمالی جلوشون میگم کمک. یکی از بهترین آدمایی که تو زندگی دیدم و برای کمک به این ویدیو واقعا آوردم یاسینه. ولی خیلی خوشگله. بچه‌ها خوشگلی همیشه تکراری میشه. من برای این ویدیو خیلی هزینه کردم. سیخ آوردم، جو آوردم. الان 11 صبح. یاسین این بر توی حرکت جدیه اینجوری بپری اینور. خب جدی همین الان یه تا میذارم بپر. یه بری. اصلا من از چه آره یه بری. بدون دست؟ چجوری بدون دست یه بری؟ همیشه هم یه وانه تشکر باشه. نگره بابا خاک تو سرت خانه نمیگم به وانه. بچه‌ها چی ماده شد؟ بریم سراغ تدارکات. بچه‌ها چون آتیش دیر آماده شد ساعت 1:50 دو شد. خدای خوب درست نکردم. چشام یه تومن به علی سیبیل میدم. 2 تومن میدم. یه باد مولایی بزنم آقا. بابات برات کالباسوزی خریده؟ همین عموم خریده. یه لحظه گیره خب آقا بزن بخورید دیگه. تو که تا الان میگفتی ما نمیخوایم. کی گفتم نمیخوام سوسیس میکنم. من میخوام کالباسا رو سرخ کنم. من میخوام سرخ کالباس کنم. نه کالباس کالباسو. آتیشو داری؟ همه رو من زدم آتیشو. کارو بگی. بخوری 1 تومن بهت میدم. گلشو. 1 تومن؟ 2.5. 350. دو. بخور. نه. جون بزن مثلا خوردم. راستی خیلی ریختی. شروع شد دوباره. ممنون چای بونی. خراب بود تمام. آجی قاشق نداری؟ تو خیلی تقاضای پسری که قاشق بخواد هنگام ناموسا قاشق نیوردی؟ بابا نون میزنم تا بزن سوخ بزن بابا بزن سوخت دورت بگیر. منم همش میتونه رو هم. من رفت تو شکم. نه شکمو حالا وقت چیه؟ اگه این انگشتام تخم مرغیه. اگه اینا لیست بزنی تخم مرغ دیگه داره میسوزه.
با چی میخوای برداری آقا؟ ماشاءالله ما باری کلا. بذار رو هم. ناموسا بیا. اینو اگه بخوریم بذار تو هم. عین این سگای ژرمن شپرد بود. وقتی واسه یه غذا زحمت بکشید مهم اینه که با عشق بخورید. کثافت همه رو نقولون که. الان میریم شروع کنیم بازی کردن. هر کی این بازی رو ببره جدی بهش یه تومن نمیده. هر کی قای موشک رو ببره جدی یه سیخ بیشتر بهش جوجه میدم. جدی وسط طبیعتیم ما. میدونین چرا؟ همین الان دو تا حیوان دیدم. باورت نمیشه؟ من از راز برقا میگفتم خب. خواهیم بازی شروع کنیم. هر کی تک بیاره میره چشم بزنه. هر کی تک بیاره تا 10 میشمارم ها. آقا تا 30. 1 2 بچه‌ها این منم. 6 7 خیلی جای خلاقانه قایم شدم. 26 27 بچه‌ها سلام. 30. خب بابا امیر بیا دیگه دهنت سرویس. من یکیشون رو دیدم از این ور رفت. من فکر کنم خیلی کجام اوکی. من خیلی بازی جدی گرفتن. چی؟ آقا امیر ساک آها دهنت سرویس. چجوری دونستی؟ کجا بودم؟ چجوری دیدی؟ بیا بریم با هم اون یکی پیدا کنم. من یکی پیدا کردم اون طرف. منو دید فکر کنم حاجی. مثل خر زایم من. آقا قبول دوتایی با هم دیگه دارم میگم من دارم منو میگیرم. حاجی بیا دیگه تا اونجا نیایم دیگه. بابا بیا سوک. علی جدی موهاش معلومه از پشت درخت. بریم حمله کنیم بهشون. یکم تلاشتون رو بیشتر کنیم. برو آقا تا 30 میشمارم. 1 2 3 4 5. آقا من خیلی زرنگم. بگو چرا اومدم اینجا در ماشینمو زدم. من خیلی زرنگم. من دودم. چی نوشه حتما بزن. چه خبر؟ یک حیوان وحشی پشت کنتور. داره میاد. سوک امیرعلی سوک چقدر بازیش جذابه پسر. خیلی باحاله. وای ماشینه چی توشه؟ یاسی کجاست؟ تهران. هیچکی نتونست منو پیدا کنه. سلطان آقای موشک‌های اسلام شهر تهران. وا سرعت داشتی یاسین جون سوخیدی. این پشت صحنه بلاگ ها همین میبینید. این پشت صحنه است. آره کار نداری خدا. علی آقای گل. منم مثل بقیه یوتیوبرهای دیگه هم شده. آقا من به 2-3 تا دلیل ایشونو مهمون اول پادکستم قرار دادم. چون کسی دیگه که نمیومد. دلیل دومش این که آقا میخوام راجع به یوتیوب حرف بزنیم و سلطان نسل 2 فکر کنم یوتیوبه. نسل 1 من قبل میاپلیز بودم. عمر چنل آقا 6-7 سال میشناسن. این میاپلیز فکر کنم 10 سالی میشه نمیشه؟ من یه چنلی قدیمی داشتم قبلتر از میاپلیز. هیچ کی هم نمیدونه. هستم چنله. کار که محتوا نمی‌کنی. باشه ولی خب من اون موقع که چنل ساختم میاپلیز چنل نداشت. در این حد. یعنی نسل 1 حساب میشی؟ آره. اگه با اون چنل حساب کنی نسل، ولی اگه اون حساب کنی نسل 2. اصلا روز شروع کردی آره؟ اول اگه اون چنل حساب کنی اون چنل نه. ولی این چنل داره روز. اما محتوای اولی که می‌ذاشتی چی بود اصلا؟ تو چی اومدی توی؟ اون تاپ 5. اون موقع آره چون اون موقع تاپ 5 میگرفتن. تاپ 10 فارسی یادمه. چنلی بود که خیلی معروف بود. یوتیوب کبیر بود، هیچی نبود. تاپ 10 فارسی معروف بود. بعد منم از اون الگو برداری کردم تاپ 5 بزنم. مثلا نصف یوتیوب فارسی رو از چنل خودت شناختم جدی. مثلا من آروین شو رو نمیشناختم. رو روستاد چنل به خدا. خیلی آره چنل من اینجوری بود که همه بودن دیگه. میاد وام کرد میگه این کیه میرفتم چیز میگه. از اون طرف هم خیلی‌ها تو استریم میدیدن ویدیو منو. بعدم بود البته. ببین چرا؟ مثلا یه سری‌ها که نباید شناخته میشدن شناخته میشدن. رو روستاد. تو داشتی روست می‌کردی ولی اونا میرفتن بالا دیگه مطرح میشد. نه بابا ارونا که نبود. مثلا اونقدر حالا میدیدن ها. مثلا اسم یارو میافتاد سر زبونه اونا.
ولی خیلی هم بد میافتاد. یه ساید بدی داشت این بود که چشات قرمز شده. چرا چشات داره میمیری. آن داشتم میگم ممکن بود قضاوت کنم، مثلا یکی نمیشناختی میاد میدی یه کار بدی کرده رستش کردن قضاوتش میکنه. جا نیافته مثلا مسخره کردن میدونستن تا رستو، نه هیت میدونستم. آره دیگه مثلا مسخره داره میکنه یارو منو. اون موقع مثلا دقیق کی شد اولین همون چند تاپ 5 رو یا بمونش کن روسر رو وقتی تاپ 5 که 18 سالم بود، یعنی قبل اینکه برم خدمت شروع کردم. اون موقع شروع کردم. آره یادم حتی شب روزی که می‌خواستم برم شب قبلش یه ویدیو آپلود کردم رفتم اومدم دیدم که اصلا به فنا رفته. خیلی 2 ماه نبودم دیگه، اومدم دیدم به فنا رفته و اینا. دوباره یه سالم گذشت بعد دوباره شروع کردم. دوباره نسیت قالب هم تاپ 5 قالب رست دیگه. چند لیگ زدم پرشن رست. من الان چند تا ساب داره؟ 70 خورده ای. کمه. مثلا الان خیلی میگم 5 سال داری کار می‌کنی که ولی به خاطر اینکه ببین تو دیر به دیر می‌ذاشی. تو وقتی اومدی مثلا رست مثلا شبیه تو ایران پرودی بود قبلش. آره ایران پرودی بود. آره مثلا پرودی می‌کنه. خب تو یه چیز لیگ بودید دیگه، ولی بعدش تو با ادیت اصلا اومدی بالا. من فول اصلا تصویرم نبود تا 1 سال هیچکی نمی‌دید کیم. 1 سال یا 2 سال فکر کنم اصلا قیافمو کسی ندیده. موقع اصلا برای پول جدی برای پول اومدی تو یوتیوب یا برای شناخته شد؟ شناخته شدن که نه دیگه، اصلا قیافمو نشون نمیدادم. من 2 سال بعد اول پول اومدی؟ نه یوتیوب رو دوست داشتم. من ادیت زیاد می‌کردم. خب ویدیو ادیت می‌کردم بعد پاک می‌کردم. یعنی هیچ جا نمی‌ذاشتم. من تو ادیت می‌کردم از فیلم‌ها و چه می‌دونم آدم‌ها و اینا، چون عاشق ادیت بودم. اولام افتر افکت یاد گرفتم، بعد ول کردم رفتم سراغ پریمیر. الان پریمیر بعدم افتر اصلا زیاد بلد نیستم. یادم رفت. بعد اون موقع افتر شروع کردم، بعد اومدم پریمیر چون افتر خیلی سنگین بود. سیستم رفتم پریمیر بعد ویدیو می‌ساختم پاک می‌کردم. بعد گفتم اینو آپلود کنم یوتیوب. آپارات که هیچ وقت نمی‌رفتم. منم گفتم بذار آپلود کنم یوتیوب. بعد می‌دونستم یوتیوب درآمد داره. مثلا می‌دونستم هم تو فکر درآمدش بودم، هم که ویدیوهای خودمو می‌ذاشتم. دیدم من دارم می‌سازم پاک می‌کنم. خب می‌ذارم یوتیوب دیگه. خوبه دیگه. و یوتیوب گذاشتم گرفت. یه دونه رست ساختم پاک کردم. هیچکی ندید. یعنی اولین ویدیو رستمو ساختم و پاک کردم. بعد دوباره یکی دیگه ساختم اونو گذاشتم یوتیوب. یه سری ویدیوهای خیلی قدیمه یادم اول 3-4 تا افتر افکتی روش داشت. اصلا من اول با افتر افکت رست می‌ساختم. یعنی کل روند ویدیوی من افتر افکت بود. اصلا پریمیر کار نمی‌کرد. بعد من پریمیر من می‌ذارم کاتا و زوما رو همه تو افتر می‌ذارم. همه فول افتر بود. فول اصلا پریمیر کار نمی‌کرد. محیط پریمیر رو بلد نبودم. بعدم میومد. من می‌رفتم افتر رو خیلی دوست داشتم. می‌رفتم بعد چیز کردم. حالا من یه خاطره بگم از زمانی که رست می‌ساختی. تو اون موقع علی خب مثلا رستش چه یه هفته میشست مثلا پای ویدیو مثلا 5 دقیقه میزد. بعد خیلی باحال بود. میگفت بچه‌ها بیا بشینین دیسکورد که من می‌خوام ادیت بذارم که شلوغ باشه. بعد ما حرف زدیم میرید به ما. واسه چی داری حرف می‌زنی؟ میدونی ادیتش جوری بود که هر ثانیه باید چیز جدید میاد به ذهنم. یعنی مثلا ادیت یه ویدیو خام دستته، بعد تو میدونی اینجا رو باید کات بزنی، اینجا رو این کارو کنی. ولی من هیچی نبود. یعنی مثلا یه فضای فرض کن خالی بود که من بعد اون فضا خالی رو با ذهن خودم پر می‌کردم. بعد شما حرف زدید میافت تو مخم. خب واسه چی میگفتی ما بیایم؟ میگفت پاشید بیاید من تنها. بعد مثلا میگم سلام. گو می‌خوری میگی سلام. حالا یه سری میگن آی کیک دبلیو اینا میذاشی. خب یه قسمتایش این بود ولی خب خلاقیت رو داشت. من ویدیو رست پوتک من بچه 2 هفته اینتروش طول کشید. هر کی میگه رست سخت مثلا آسونه، آقا یه دونه میم تو اصلا نداریم. ما الان ببین بچه‌ای که خودشون رست و میم میسازن الان فکر کنم بربریه و یه سری چنلای دیگه خودشون میدونن چقدر سخته. تازه اونام بیشتر میم کار میکنن، یعنی وای تی پی چنلشون. اون مفهومی که تو ذهنت بخوای به مخاطب با ادیت بفهمونی. آره من سناریو میدادم. مثلا اینتروی با سناریو شروع میشه چه جوری بره. بعد مثلا یه چیزی میاد تو ذهنم، مثلا تو ذهنم میاد که من میخوام ویدیو اینجوری شروع کنم. و بعد میگشم اینا اصلا همچین فوتیجی وجود داره. بعد فوتیج رو پیدا میکنم اینم کپی رایت نمیخوره. بعد اصلا فان میشه. روش آهنگ بذار 1000 تا، یعنی شاید مثلا 1 دقیقه 4 روز 5 روز وقت منو میگرفت. صبح تا شب ذهنم درگیر بود. اگه محتوا آسون و راحتی بود اینا میگن خب بیان بسازن، چرا نیست؟ چرا تو یوتیوب الان چنل رست نیست مثل من دیگه. من رفتم دیگه نه دیگه یه دونه ایران رست بود که اونم رفت. با خود امیر ما هم من کار کردم مغزش نکشید چون خیلی کار تو مخی بود. یعنی به غیر از بحث ادیتش خیلی راحته. شدیده پازل کردنش خوش سرم. آره اونش سخته بود تو مخ. من 2 تا سوال دارم. اولیش اینه که
درگیری زیاد داشتی تو این 5-6 سال. هر یه ویدیو هم خدای یه تام آماده که بودم. یه هفته یه بار درام داشتی. یعنی هر ویدیو که میومد بیرون قشنگ آماده بودم برای بعدش. نه الان بعدش که بگم بالترین درامات کدوم بود؟ باحال که نبودم، همش استرس بود. مثلا حال کردی، هم سخت بود هم مثلا حال کردی. سوگن حالا که باخت دیگه واقعا. خیلی درگیرش بودی. ولی خیلی مغزم سرویس شد. تو خودت بودی دیگه. استرس خیلی زیاد کشیدم. جوجه رو بیارید. سوگن گفتی چرا حال کردی؟ چون به نفع من شد دیگه. یعنی به نفع من شد که خیلی پیچید و اون انتظاری که اون داشت نداشت و واسه منم خیلی سود داشت. ولی سر موضوع یکم ساید بندی شد نشد؟ ساید بندی شد، خیلی هم چیز خودشون استفاده کردن، ولی چیزی که به نفع من شد این به ضرر منم شد. یه تاثیرات منفی رو چنلم گذاشت. استراک خیلی بده چنل، من یه ذره رو چنل منفی میذاره، ولی اون موقع باز باعث خیلی هایپ شد. رو مخ تو مثلا کارت بیشتر ادیت با مخت بود دیگه. آره مخت اون. ولی از اون ور 10 تا ویدیو توش داد. با هاشم هم این بود. یه بار هاشم زنده داد. نمیدونم. الان یه سوال دیگه دارم. آقا ببین الان خب فیلد کارتو عوض کردی دیگه، رفتی تو ولاگ و یکی من بگو که نه ولاگ که نه، پرودیه. ببین ولاگ دارم ولی پرودیه چنلم همچنان، یعنی همون تو قالب رست دارم میام جلو. الان باسازی که داریم می‌سازن پرودیه. پرودی نیست ولی خب عوض کردی فضای کاری تو. اولین کانتنتی که عوض کردم مسخره کردن بلایند دیت بود. یعنی فرض کن همون حالت رسته. خیلی خوب گره. امیرمو اصلا با اون معرفی. امیرمو تالنت بود واقعا. اون چیز شد. واقعا دیده شد. ها؟ علی سوری بعد از اون موضوع چی شد؟ یوتیوبر شد. همین گفت ادیتور. خودم گفتم ادیتور. نه خیلی نمیدونستن اصلا تو اون ویدیو بیشتر چیز شد. خب تازه اومد. افشار رو خب میشناختن خیلی. افشار آره. ولی علی سوری تازه اصلا علی سوری و اینا با افشار چیز شدن. افشار واقعا بیشتر از تیک تاک. ما سر ویدیو چیز بود. علی اینا هم کار میکردن ولی اونی که بیشترین چیزی داشت افشار. اون موقع افشار از پیج اینستاش رو بورس بود. آره. من تازه اون موقع ویدیو خیلی دوست داشتم. تازه اون موقع قشنگ با وینی تو یه رده بود پیجشون. آره. قشنگ. من از افشار اول بدم میومد. اینجا نگفتم. نه که بدم میومد، اصلا نمیشناختم. وینی رو دیده بودم، با وینی حال نمی‌کردم. بعد فهم کردم چون رفیق اونه اینم مثلا مثل اونه. بعد یه بار ما علی سوری اومد یه بار افشار اومد رفتیم بیرون، دیدم خیلی پسر خوبیه. یعنی اصلا همون روز نظر من عوض شد. یه بار دیگه دوباره رفتیم بیرون، بعدم نمیاد از افشار دارم میگم فکر می‌کردم مثلا شبیه وینی ایناست، بعد دیدم نه اصلا اون شکلی نیست. اون موقع ما تو کانال پرشن روز ریاکت به روز میرفتیم. بعد مثلا اون موقع قبلا میگم 3 سال پیش فکر کنم همین حدودا بود، 2 سال پیش ریاکت به روز هم 3 سال پیش می‌گذره. 2 سال الان اومدم سوئیچ کردم یه 2 سال 3 سال. اون موقع یه چیز داشت توی دیسکورد یه چنل داشتی بچه‌ها روست می‌فرستادن. قبلش تیک تاک با سیم کارت ایران اصلا جواب نمیداد چون تحریم بود. آره از اون تحریم بود. ما همش مثلا تیک تاک بدم میومد. آره الان مثلا بچه میگن تیک تاک دارم، یعنی به خاطر محمدیناست. یعنی اون شب یادمه یه شب محمدینا جمع شدن همون شب تیک تاک ریختیم. من بودم دیگه. بودی؟ شب چیزم بود. رضاینه. بفرمایید. رضاینه بفرمایید. چم رضاینه بود. همون شب هممون تیک تاک. حالا من بعدم میومد تیک تاک. گفتم بیای تیک تاک فعال. مودای تیک تاک. اینستاش بیشتر شده. آره. تو تیک تاک بیشتر دارم چیز میشه. محمد افشار مثلا حرکت تو رو تو تیک تاک میزد. روست میکرد بچه تیک تاک. من موقعش میشناختمش مثلا خیلی هم باش حال میکردم اون موقع. بعد علی سوری موقع ادیتور تو بود دیگه. تو ریاکت بروس ویدیو تو گذاشت، ویدیو افشار رو گذاشت، ما تو ریاکت بروس دیدیم. این پسر اسمش هم محمد، نمیدونم افشار است. من نمیشناختم. علی سوری هم یه بار علی سوری هم یه بار گفت رفیقم محمد. گفتم خود رفیقت کی؟ چون علیزو میشناختم. گفتم رفیقت کیه؟ گفت خونه رفیقم محمد کرجه. من خود این کیو داریم که من نمیشناسم. گفتم باشه. بعد نگو افشار. مثلا معرفی نکرد درست. با من نفهمیدم کیو میگه. تو اون ویدیو هم دیدیم یادمه. من نمیشناختم افشار رو. اونم تقصیر علی سوری بود. آخه افشار تیک تاک بود و من از تیک تاک بدم میومد. هیچ کسی که تو تیک تاک بود رو نمیشناختم. هیچکی. خب بعد یکی هم تو تیک تاک به اسم من پیج زده بود، پرشین روست. خیلی هم میشناسنش. اینو داره تیک تاکرها میشناسنش. میومدن میگفتن آقا این تویی؟ میگم نه. بعد میگفتن خب یه کاری کن مثلا این داره از آیدی تو
مثلا لوگوی تو حذف کنم برام مهم نیست. من که تیک تاک فعالیت نمیکنم، هر کاری میخواد بکنه. یعنی انقدر من تیک تاک اون موقع بعدم میومد که اصلا برام مهم نبود مثلا یکی داره با اسم من هر کاری میخواد بکنه. هر مسیری که به افشار میخورد بعد اسم اومدن قبلش یا وینی بوده. این بچه‌ها هزینه کردیم برای ویدیو کاملا خاکی. بذار ما دیگه بقیه شروع کنیم. بهترین بخش ویدیو هم بعد زبان خواهم چسبید. فیلد کاری تا الان عوض شده دیگه. روست یعنی ادیت نیست. روست شاره ادیت نی، پرودی ولاگ هم هست دیگه. چل پر کنی. الان من یه سوال دارم. این راحت تره یا روست؟ این خب معلومه. این بعد اینو بیشتر دوست داری یا روست؟ اینو دستم با نه روست هم دوست دارم. اون تو با اون اومده بالا فکر کنم. ببین روست علاقمه. مثلا یهو سیخ دیرم میگرفت. الانم همینه. یهو با گوشی ادیت میکنم. مثلا مانی و افشار و علیزو باهاش شوخی میکنم برای خودش میفرستم. دیدی دیگه تو گروه اون روسی چی ببین خیلی بیشتر خودتو نشون میداد تا ولاگ و این. حال میداد. یه حال حس جالبی داشت. ولی این مثلا چیزایی که میسازم دوست دارم. این پرودی که میسازم یه پروژه است. مثلا بازسازی موزیک ویدیو، بازسازی فیلم، بازسازی فلان. مثلا پرودی بلایند دیتا حال میده، باحاله. چیز جالبی دارم. یعنی این پروژه درست حسابیه. ولی خب این هم سختی‌های خودشو داره. این خیلی هزینه داره. مثلا هماهنگیش هم سخت. هماهنگیش سخته، هزینه داره. یعنی من باید یهو وایسم بچه‌ها یه هفته وایسم بچه‌ها تایمشون خالی شه. از اون وقتی تایمشون خالی شد یه ویدیو یهو می‌بینی 20 میلیون 40 میلیون. شاید پر هزینه ترین ویدیو کدوم بود؟ 60 میلیون چیز بود. ویدیو المپیک پارت 2. پارت 1 ارزان‌تر بود. چی خریدی؟ هزینه‌اش میتونی کدوم اصلا؟ توپ راگبی بود. چون هر کدوم یه تومن دو تومن مثلا اینا بود. تیرکمون بود، لباسا بود. آره بگو لباسا 60 میلیون لباسا بود دیگه. توپ چلتیکه بود. این چیزای استبل و این داستانا بود. آره تیرکمون خریدم. خیلی چیزا گرفتم. البته یادم نیست. پول خود زمین بود 3 سانس کامل اونو گرفتم. بعد 10 میلیون هم جایزه‌شو دادم. جایزه‌ش حالا اونقدر مبلغی نبود 10 تومن. آره الان بچه‌ها که روی 1 میلیارد 2 میلیارد میسازن. حالا من فهمیدم روستو بیشتر دوست. خب ببین ادیتو بیشتر دوست داری. ادیتو بیشتر دوست داری. علاقه اولا با این شروع کردم. علاقه این بود عشق می‌کردم می‌شستم ویدیو ادیت می‌کردم. الان پرودیم. الان دیگه واقعا خسته شدم. واقعا پریمیر وام می‌کنم اصلا به هم میریزه. ولی میسازم ولی یه ذره دیگه خیلی با 5 سال خیلی چیز بالاتر. اون موقع دراما بیشتر بود تو کامیونیتی فارسی. الان دراما ها ولی هیچ اهمیت نمیده. بزرگ شده کامیونیتی. بعد دراما هم که میشه کمه. دراما کمه. همه دیگه بی خیالن. یا این کار کرد دیگه فلان. اون موقع همه دیدن گوزیدی فلان بعد جواب پس بدی. بعد اینو بگو حالا الان که چیز یه جوری شده که همه منتظرن یوتیوب رفع فیلتر شه. خب الان مثلا تو حالا یه ویدیو فکر کنم می‌خواستی بسازی یا نم ساختی نم چه جوری شد که مثلا اگه یوتیوب فیلتر شه چیکار می‌کنی؟ آره اونو قرار بود بسازیم. اینجوری بود که یوتیوب اگه یوتیوب رفع فیلتر بشه مثلا حالا زیاد ادامه‌شو نمیگم. سناریو این بود که یوتیوب رفع فیلتر بشه همه مثلا میرن سر شغلای قبلیشون. این که ویدیو بود حالا الان واقعی اصلا فیلتر شد. حالا که نظر چیه مثلا اینکه فیلتر میشه نمیشه یا این که الان با این وضعیتی که هستیم نه دیگه باز نمیشه که بازم بشه نه هم دیگه درآمد صفر میشه دیگه صفر. خب چیکار می‌کنی؟ فردا دوباره ادیت می‌زنی؟ چی ادیت بزنی؟ تا میرم یه شرکت جمعه ادیت. ببین میتونیم یوتیوب ادامه بدیم با کار مثلا اسپانسری و اینا ولی باز خیلی درآمد کم میشه. بعد مثلا بیشتر میتونیم بریم سمت استریم از اون برم حالا یه کاری شغل دیگه کنارش داشته باشیم. ولی در اصل یوتیوب شغل تو ایران شغل ثابتی نیست. میخوای یوتیوب کار میکنی باید یه شغل دوم داشته باشی. در واقع شغل اول داشته باشی یوتیوب شغل دومت باشه. ساپورت بشه. آره یوتیوب ساپورت بشه. ولی خب الان میشه مثلا آدم اینقدر کار کنه بارشو ببنده یه مقداری چیز کنه که مثلا بخوای مثلا زودتر خداحافظی کنی از اینکه زودتر از اینکه فیلتر مثلا برداشتش مثلا بگیم 3 سالگی مثلا فیلترینگ برداشته میشه تو مثلا زودتر خداحافظی میکنی یعنی انقدر جمع کردی که بخوای زودتر خداحافظی کنی؟ من بستگی داره اینجوری نیست. مثلا اگه فرض کن یه سال من توی یه سال 100 تا ویدیو بذارم خب اون میتونم آره ولی مثلا ببینیم چقدر ویدیو میتونم بذارم چقدر بالا پایین داره به ویو بستگی داره به آر پی ام بستگی. موقعی من ویدیو میذارم یارو میاد 200 تا ویو خورده میگه که پولی در آورد ولی آر پی ام اون ویدیو میبینی 2 3 چوس بهت میده کم بهت میده میگیری اینا هم هست. اگه آر پی ام بالا بده آره خیلی چیزا هست. یعنی فقط به این نیست که ویدیو ببینی 300 تا ویو خورده کانتنت فان آر پی امش پایینه کلا یه ذره پایین. ولی الان بستگی به چنل دارن. من دقت کردم بچه‌ای که چنل‌های جدید دارن مثل بنیامین خب چنلش یه سال نیم نه
افشار اینا همه آر پی اماشون نسبتاً اوکیه. ولی ماهایی که قدیمی مثلا منی که سویچ کانتنت کردم یه ذره آر پی ام داری میمیری نسبت بچه‌ها پایین‌تره. اینطوریه دیگه دارم اوکی دارم میسازم خوبه میشه خدا رو شکر هر چی هست. الان بزرگترین ترس تو این یوتیوب چیه؟ همین فیلتر رو بردارم. بزرگترین ترس هم نیست، من میگم یه قسمتیه که آدم شاید قسمت که نیست در واقع یه بدبختیه، چون ببین فیلتر رو بردارن تحریم برداشتش خوبه. اینا من اوکی ام فیلتر رو بردارن تحریم برداشتشه، نه اینکه ما تحریم باشیم فیلتر رو مثلا بردارن. مثلا یه سریام میگم مثلا مثل اینستا مثلا برداشتش فلان شه، خب مثلا بهشون میگم مثلا الان برداشتن فردا فیلتر رو برداشتن، خب اون بالا رو بریم. میخوای بخوری؟ نه بابا بذار آبزارش نمیدونم مثلا تحریما اگه برداشته شه مثلا نحوه پول دادن یوتیوب رو نمیدونم و خیلی مثلا موافقن که بذار از فیلتر مثلا در بیاد. این به از ما این شما که حالا من که تازه غیر شما که مثلا کانتنت کریتورها که میدونین چه شکلیه، بقیه اصلا اینجوری نمی‌دونن، مثل اینستا میدونن مثل واتساپ میدونن که حالا فیلتر برداشته راحت بریم اون تو و فکر می‌کنن اصلا ویور زیادتر. خیلی هم از شغل میافتن. ما الان شاید 100 تا 200 یوتیوبر داریم که از اون ور 100 نفر 200 نفر دیگه به اینا وصلن که دارن ادیت میکنن، 200 نفر دیگه کار تجهیزات میدن، 200 نفر دیگه فلان، یعنی یه 1000 نفری به فنا میرن این وسط. خب ولی اگه تحریمو بردارن خوبه، من خدامه، یعنی تحریم بردارن همون لحظه باید فیلترم بردارن که قشنگ. نه مثلا تا تحریم بردارن شرکت یوتیوب بیاد این ایراد نداره آقا، یه سال درآمد نداشته باشیم ولی در آینده زندگی همه بهتر میشه. اوکی من اوکی هم یه سال درآمد نشاشم برم آقا استمپ کار کنم، ولی میدونم یه سال بعد قرار زندگیم 10 برابر بهتر بشه. امید اون موقع امید تو آینده است. ولی اینجوری خودخواهیه که من میگم خب نه نیاد یه سال دیگه وضعیتم بهتر نشه ولی من پولا رو در بیارم. خب هزینه داریم در میارم، از اونم هزینه زیاده دیگه، دلار گرون میشه همه چی فلان. ولی بردارن هم آره ممکن 2-3 سال طول بکشه، یه سال هم نه 2 سال 3 سال طول بکشه تا وضعیت اوکی شه. خب اینجا این شکلیه که زیر ساختای دیگه نه بده این زیر ساختای این شکلیه که تو هر کاری بخوای تو ایران بکنی همه چی کند پیش میره. کند پیش میره ولی تحریمو بردارن شرکت‌ها خودشونو بیان دیگه، مثلا روابط درست شه. من نمیشه مثلا تو یوتیوب اسپانسر بگیری دیگه. خب اون که نمیام بابا، اسپانسرای ایرانی الان اینجوری نی، اسپانسر کم میدن، شرکت‌ها ایرانی هم کم میدن، هم نمیان، هم دنبال اینن یه سودی خودشون ببرن بکنن بخش تو پاچه تو. ولی مثلا شرکت خارجی رو اسپانسرت بشه اون خوبه دیگه. اشوالت یه شرکت خارجی بیاد تو ایران اصلا گروه بابا تبلیغات 2 تا اسپانسر از شرکت خارجی میگیری، تبلیغات میخوای چیکار؟ تبلیغات یوتیوب رو نمیخوای دیگه. میخوای ولی کلا اسپانسری رو میبینی $1000 واسه یه دونه ویدیوت میده، بابت هر ویدیو 1000 تا بهت میده، تو 5 تا ویدیو میذاری 5000 تا. الان اگه تو ایران فیلتر می مثلا یه سری مثل کوکسر مثلا اونایی که بچه‌ای که اون بره خب اینا مثلا نصف درآمدشون از ویوی که اصلا تو ایران میاد دیگه با فیلتر شکن. خب الان ایران آی پی اس ایران میفته اون موقع وقتی فیلتر باز برداشته شه، اونا هم ممکنه اونا هم بفهمن، اونا بعد دیگه واقعا تو این چند سال دیگه واقعا باید یه باری بسته باشن و یه شغل دومی چیزی داشته باشن. مثلا جدیدن کی رفته اون وقت؟ کسی سراغ داره که تازه رفته باشه، تازه مهاجرت کرده باشه رفته اون؟ نه یادم از یوتیوب که آخرین مثلا فرشاد سالن گیم تو خودشو زد. آریا الان من شغل خودشو رو راه انداختن، اینا باید شغل خودشون رو راه بندازن برای بچهای اونور و با اونا زندگیشون اوکیه. همیشه میره یه کار میکنه، زندگیش میچرخه، مثل اینجا نیست که میره یه کار میکنه. آقا اصلا همین الان یوتیوب دا بره یه کار میکنه درمانش داره، زندگیش رو حالت نرم میچرخه. ولی اینجا چی؟ برای مهمون اول مالونش میخوای بردارم؟ آیا کوکسر من فکر کنم اونوریام ترس اینو داره. دارم ولی زندگیشون مثل ما که بعد ویدیو بردارن بعد ماشین پاش. من قصه همه رو دادم فقط ماشین مونده. ما چند میدی اولین بار افشا کن؟ 25 میلیون. ما 25 میلیون قصه ماست. تو که بی شرف تو یوتیوب کار نمی‌کنی. به قول امیرمو یه جمله گفت ما یوتیوب کار می‌کنیم که بتونیم مثل امیر اکسل زندگی کنیم. ولی هر ماه یه ماشین شده عوض می‌کنه. من پولدار نیستم. ما هیچ کدوم 16 پرو مکس نداشتیم تو گرفتی. آقا اینا خب مثلا همه زندگیشون همه تارگتشون رو گذاشتن یهو یوتیوب. این که بود. افشارینا می‌تونم امیرمو هم یهو شروع کرد به خب ولی من مثلا اینجا کار می‌کردم. تو خودت می‌دونی من کار می‌کردم. تو چقدر بود مگه؟ تلاش هم کردم. فکر ایرانی، اقتصاد ایران. بیشتر چقدر تلاش هم کردی که بگم چقدر. الان یه چی بپرسم راستش میگی چقدر سیو داری؟ در حد یه 6 7 تا قسطی. یه سوال جنجالی بپرسم. از ویورات حالا با کسی تو رابطه رفتی؟ نه دیگه تو اون رل قبلیمون که اصلا یوتیوب نمیدی. یکی از اکسام اصلا یوتیوب نمیدی. یعنی ازش پرسیدم گفتم اینا رو میشناسی؟ گفت نه. گفتم خب خوبه خود.
شد حسودی شده مثلا موقع بکی بلکه مثلا با تو آشنا شد شناخت دیگه. ها یعنی یه سری کی حسودیم درمان بشه؟ مثلا بعد از اون رابطه مثلا بگه از سوگنگ بهتر است. نه بابا خب منو قبول داشتی مثلا تو مثلا میگه مثلا یارو خود نه که به تو بهتر، مثلا میگه چه خوشتیپ یارو. نه نمیگم، یعنی از حسودی نکرده این موضوع. اصلا نمیگفت که حسودی کنم، اما من خیلی تعریف می‌کردم. اگه مثلا میگفت چیکار چه هر منم یه جواب میگفتم فلانی از تو بهتر خدا. واقعا تو رابطه همین آقا حسودی طرفت دوست داری بهترین اون طرف باشه تو ذهن اون. حالا ممکنه تو واقعیت اینجوری نباشه ولی تو دوست داری اینجوری باشه. این واقعیت حسودی میکنه. اگه نمیتونه اینو درک کنه خب بره دیگه، مجبور نیست بمونه. حالا چرا ما اینا رو میگیم؟ این موضوع یوتیوبه. خب این یوتیوبره و یه سری پیرامون این موضوع، مثلا ممکنه تو با ویورت بری تو رابطه. من مثلا برام آرمان الان از مدل دیگه خوشگلم هست، واقعا خوشتیپه، من خودم قبولش دارم این بچه. ولی مثلا من اینجوری باشه راحت میرم بیرون، مثلا دوست دخترم اگه باشه، دوست دختر داشته باشم میرم با آرمان میرم بیرون، نمیگم وای یه وقت اینو نبینه فلان. کسی که منو بخواد منو میخواد. حالا از تو بهترم، من بهترم هستی، از آرمان بهترم هست، از همه بهتر است. اگه دنبال این باشی و گو خوردی مدی با کی تو رابطه فاپ، برو بگرد ببین کی بهتره تا اونو پیدا کن. نمیشه که تو بری توی رابطه فاپ بعد دنبال بهتره باشی، نمیشه. یه بهترین نکته یوتیوب تو الان 6 7 سال دیگه بهترین نکته که تو یوتیوب پوینت مثبتش خب همین معروفیت است و درآمد تو و خب واقعا هم شغل راحتی. یعنی هر کی میگه داداش بلا گو میخوره، ببخشید اینجا خیلی راحت نی ولی خدایی راحت دیگه نسبت داشت به اینکه هر روز پاشی بری. آره اون واقعیت رو نمیتونم دروغ بگم که هر روز پاشی بری سر کار 8 صبح پاشی بری تا 2 بعد از ظهر تو گرما سرما یه مرخصی نتونی بگیری. اینجا آقای خودتی. ولی خب امنیت شغلیش هم امنیت شغلی فقط نداری، هر لحظه ممکنه به فنا بری. خب خود همون ویدیو گرفتن سخته، بعد رو مود خوب باشی، مود خوب نباشی نمیتونی ویدیو رو بگیری و یهو ویود میاد پایین میره بالا، وحشتناک روی حالتهای روحی تاثیر داره. یعنی قشنگ یوتیوب میتونه تو رو افسرده کنه، این آب خوردن میتونه افسردت کنه، میتونه هم حالتو خوب کنه. یعنی اینقدر حال روحی ماها به یه سری چیزا بستگی داره. کامنت بد میتونه حال ما رو خراب کنه، هیت میتونه بره تو مخمون رو زندگی. یعنی پوینت منفی خیلی داره، مثبت داره، ولی نسبت به یه سری از شغل‌ها راحت‌تره. نمیگم خیلی راحته ولی نسبت به یه سری شغل‌ها راحت‌تره. حالا ادیتورم هر واقعا دغدغه سر کله زدن با ادیتوری اون نمیرسونه ویدیو رو. واقعا اصلا خود دیدی چقدر عصبی سال علی استوری یادت؟ من استوری میذاشتم به علی استوری فوش میدادم، اینقدر منو فشاری میکرد تا حالتی خالی میشدم استوری بذارم به علی استوری فوش. بالیش این بود که میومد تو دیسکورد یهو باز میکرد مایکو با اون لهجه علی و سر نفرستادی یهو مثلا علی شروع میگم برو چشاتو وا کن نگاه کن اونجا رو ببین فرست. علی یه مشکل داشت، علی بدقولی میکرد، دیر میکرد، خیلی بدقولی میکرد، یادمه واقعا بدقول بود، اعصاب من خورد میکرد. ولی ایتش خوب بود، واقعا ایتش هنوزم بهترین ایتور بود دیگه، هنوزم خوبه. من ببین بعضی مثلا ادیتورها این شکلی ان که یه استیبلن، یه کار بیشتر نمیتونه. یعنی مثلا یه کات خوب فقط میتونه. علی پیشرفت کرد. علی آره روز اولی که اومد کات نمیتونست بزنه درست، یه جوری پیشرفت کرد تو یه تایم کوتاه، اینجوری هم که چقدر خوب هیومرش خوب شد. ولی فکر کنم افشار هم تاثیر داشت تو هیومر. کلا سه تاشون علی، مانی، افشار همشون تو هیومر هم دیگه تاثیر داشت. نکته خوب زیاد گفت. یه دونه اولویت مثلا بین درآمد و جمع می‌کنیم اونایی بگید بین درآمد و معروفیت مثلا کدومش اولویت داره؟ تو خوبش من درآمد، معروفیت برام مهمه. من خودم مثلا کسی من نشناسه. یه مدت مثلا اوایش نمیاد. یادت بعدم میومد. مثلا به نفسش نداشت بعدت. هم اعتماد به نفسش زیاد نشه، هم بعدم میومد. اصلا بعد میاد کسی منو بشناسه. بعدش هم که حتی مثلا اومدم جلو تصویر اینا بازم دوست نداشتم. حس خوبیه معروفیت، ولی کسی نشناستت چی تو زندگی از دست نمیدی. حالا نکته بعدش بدترین چیزی که توی گفتی ریدم تو یوتیوب. رفاقتش خیلیش فیک شعره، ارتباطات خود شعره. خیلی تو رو مثلا میان سمت دختر میاد سمتت به خاطر موقعیتت، مثلا جوگیر میخواد مثلا این یوتیوب چه جوریه، مثلا یوتیوبر چه جوریه. بعد تو فکر می‌کنی یارو تو رو برای خودت میخواد اند میشی. دلار بده. بدترینش یعنی میگیم رفاقت میشی ها. بدترین یه چی شده تو یوتیوب. مثلا حالا من ریدم تو یوتیوب است. تمام شد. نه یوتیوب دوست دارم، هیچ وقت این نمیگم. یوتیوب واقعا دوست دارم. بدترین اتفاقش مثلا از اون اشعت گرفت. مثلا رفاقت‌ها میگی فیکن، خب یکی از بدترین اتفاقا مثلا این بود، مثلا با یکی رفاقت کردی دورت زده میگی خب از این نشد میگیره دیگه. یعنی یوتیوب این شکلیه که رفاقتاش فیکه سر ویو. آره یه بخش یوتیوب الان سر ویو، یارو میاد سمتت بده احترام میذاره، میبینی سر ویو، میفهمی فقط سر ویو میکنه، ویوش میره بالا، میبینی جفتک داره میندازه.
یهو مثلا میزنه آره یا اصلا جوابت هم نمیده. ببین الان خیلی‌ها تو یوتیوب سایت، یعنی سایت که نه، یعنی انگار تیم شده، مثلا تیم فلانی، تیم فلانی، تیم فلانی. به نظرت مثلا اینجوری بهتره یا هر کی مثلا تک نفری چنل خودش؟ نه دوره هم باشیم بهتره. الان من ویدیو میخوام بگیرم با آدم نیاز دارم، خب باید بچه‌ها باشن. هرچی دوره هم باشیم بهتره. همین سر همین مثلا یه سایت میگیرن یه سری‌ها. مثلا میگه تیم پرشین روز یه قدم خودت قدم ببین نمیشه نه آخه یه سری هیومراشون به هم میخوره. الان من و افشار و مثلا محمد و امیرمو هیومرمون به هم میخوره. من و امیرمو مچیم با هم دیگه. مگه یو الان امیرمو رو ول کنم برم چه میدونم یا امیرمو رو ول کنم برم مثلا با فلانی بگیرم، آقا ایکس مچ نیست با من، نمیتونم تو ویدیو جمع کنم. دیدی با یکی میری بیرون وایبت بهش میخوره، شوخیاتون رو میفهمین، همونه. یوتیوب دقیقاً همینه. یوتیوب دقیقاً ما با بیشتر با کسایی دور هم که وایبمون به هم میخوره، شوخیامون به هم میخوره. اینجوری من برم با یکی شوخیش من نمیخوره، چیزی نمیتونم. بعد دقت کنید بعد میخوای مثلا ویدیو بگیری بعد با طرف بگردی، نگردی نمیتونی. و مثلا با طرف صبح تا شب نگردی، یه ماه نگردی بعد یهو بیای جلو دوربین، نمیتونی. یارو تو با یارو نگشتی، به هم نزدیک نشدید، هر چقدر میخوای فیلم بازی کنی باز اون احساسات روابطتون توش دخیله. پس باید با یارو زیاد بگردی، یارو رو خوب بشناسی، اون خوب تو رو بشناسه تا بتونی جلو دوربینم راحت با هم کنار بیاید. بهترین کسی که مچی بغیر از من بهترین کرد یه افشار امیرمو یکیشون قدم کنه. ببین من و افشار توی لولیم دیگه، هر چی میگه میفهم. مثلا نیاز من با افشار بگم حرفم شوخی. خب همین مثلا تو با افشار میری بیرون بیشتر بهت خوش میگذره یا امیرمو؟ میگم بیشتر. هر دو تاجی. ولی من از افشار خسته نمیشم، دروغ نگم. من با امیرمو خیلی خوش میگذره ولی با افشار باشم خسته نمیشم. چرا؟ چون تو یه لولی جفتمون با هم حرف نمیزنیم. مثلا یه 4 ساعت کنار هم با هم حرف نمیزنیم، سرمون تو گوشیامون. یهو با هم زیاد حرف میزنیم. اون درونگراه، منم یه جوری مثلا اونقدر درونگرا نیست ولی یه جوری مثلا میانگرام. هم یه جایی دیدی که یه جایی زیاد حرف میزنم، یه جایی خیلی ساکتم. نمیدونم. امیرمو هم خیلی خوبه. امیرمو هم باش، یعنی با امیرمو باشی امیرمو هم باشی خسته نمیشی. یه جوریه. میگی چی میگم؟ یه موقع امیرمو میره تو مخت اینقدر اسفام میکنی خب بکشیش. ببین میدونی بعد نمیتونی آخه نمیشه انتخاب کرد. افشار یه موقع انقدر آرومه میره تو مخت، میگی با این شرف یک گوی بخور. بعد امیرمو یه موقع انقدر زیاده میره تو مخت. سو اکسایت، چون من همیشه باهات همفال اکسایت هم. آره اکسایت قدیم نیست، بیشرف ماهی 2 ماه یه بار میبینیمش. یه دای سال کلیشه یا ما میگفتم یکی رو بخوای حذف کنی کاملا. من یوتیوبر نیستم، معروف باشم. چی آخه حال نمیشه که حذف کنی. لیشکی و همه اوکی. همه اوکی نیست، حالا دلیل نداره حذف کن. رضا فرشته رو حذف کن. آفت شده حالا کنه. آشی هم که اصلا آلدی حذف. آدم گرم. اون مراقب باش. اینجوری آقا